سلام. اگه شما از اون دست آدمایی که فکر میکنید ایرلند جزئی از بریتانیا است، این ویدیو رو حتما باید ببینید. من حامدم، تقریبا 2 سال و خورده ایه که توی ایرلند دارم زندگی میکنم و یه سری چیزایی یاد گرفتم و شخصا خودم از ایرلند خیلی لذت بردم و دوست دارم اون چیزایی که یاد گرفتم و باهاتون به اشتراک بذارم. خیلی خوبه که ما با اینا آشنا بشیم، چون ایرلند یه کشوریه که خب خیلی برای ما ایرانی‌ها شناخته شده نیست، مخصوصا برای خود من شناخته شده نبود و خب خیلی هم اطلاعات راجبش کمه. حالا منم خیلی با هم در ارتباط بودم و با هم صحبت می‌کردیم، با خودم فکر کردم شاید بد نباشه که یه بار بیام در راجب ایرلند صحبت کنیم و سعی کردم یکم اطلاعات جمع کنم، یه سری چیزایی رو آماده کنم و یه سری چیزایی رو مطالعه کنم. خلاصه سعی میکنم که اطلاعات درستی بهتون بدم، ولی خب هر چقدرم که تلاش کنم ممکنه که اطلاعاتم خیلی دقیق درست نباشه. ولی خب بریم صحبت کنیم راجع به این که اصلا ایرلند چیه، کدوم کشور، چه جوریه داستانش با بریتانیا و اروپا. چرا بعضی از ما فکر میکنیم که ایرلند جزئی از در واقع بریتانیا است. این دلیل این حرف ما خیلی حالا تقریبا میشه گفت درسته، چون که از سال 1918 تا 1921 ایرلند یه در واقع تحت کنترل بریتانیا بوده و خب ما خیلی از ما ممکنه به خاطر همین فکر میکنیم که ایرلند بخشی از در واقع بریتانیا است، ولی واقعیت اینه که الان ایرلند 2 قسمت داره، ایرلند شمالی و ایرلند جنوبی. خب ایرلند شمالی قسمت کوچیک‌تریه، ایرلند جنوبی یا جمهوری ایرلند قسمت بزرگتریه و ایرلند شمالی یا نورترن آیرلند در واقع تحت کنترل دولت بریتانیا است. هرچند جزئی از خاک ایرلند حالا یه سری داستانا داره که ممکنه تو ویدیوهای بعدی راجعش صحبت کنیم که چه تفاوتی دارن. و بخش جنوبی بخش جمهوری ایرلنده که خب با رأی مردم مشخصا یه سری سناتورها انتخاب، حالا سناتور شاید کلمه درستی نباشه، ولی سری نماینده انتخاب میشن و نهایتا از اون نماینده‌ها یه سری در واقع یه وایس پرزیدنتی انتخاب میشه و خب اونا به قدرت میرسن و خب کلا میخوام بگم که در واقع با رأی مردم این کار انجام میشه. حالا من روند سیاسی دقیقش رو نمیدونم، ولی خب این چیزیه که تا الان فهمیدم. حالا بریم راجع به این صحبت کنیم که اصلا ایرلند کجاست. ایرلند همونجوری که توی نقشه میبینید در واقع ایرلند سمت چپ بریتانیاست و در واقع یه بخشی از اروپا است. ایرلند جنوبی راجعش دارم صحبت می‌کنم، یه بخشی از اروپا است، منتها خب با یه فاصله از اروپا، یعنی بریتانیا وسط قرار گرفته و بعدش دوباره ایرلند داریم که بخشی از اروپا است. خب پس ایرلند جنوبی بخشی از اروپا است، ایرلند شمالی بخشی از بریتانیا است و خب اصلا سر این موضوع داستان‌هایی داره. البته خب خیلی الان حس نمیشه وقتی که حالا من خودم شانس اینو نداشتم که هنوز به ایرلند شمالی سفر کنم، ولی خب دوستایی که میرن میگن تنها تفاوتی که الان حس میشه اینه که وقتی شما از مرز اینا عبور میکنی که مرزی هم به اون صورت نداره، در واقع یه مسیر فکر کن شما داری میری، مثلا جاده نوشته 50 کیلومتر 100 کیلومتر، بعد یه جایی بعد میبینی که نوشته 100 مایل. فقط فرقی که احساس میکنی همینه. در اینجا میخوام بگم که خیلی تفاوت بزرگی بین در واقع ایرلند شمالی و ایرلند جنوبی از نظر مردمش و از نظر خیلی از ساختارا نیست، فقط صرف این که خب بریتانیا اون قسمت شمالی تحت کنترل بریتانیاست و در واقع قوانین بریتانیایی مثلا نمیدونم مثلا همون بحث مایل به جای کیلومتر که خب این دیگه یه سری تغییرات اینطوری داره، وگرنه در کل بازم مردم ایرلند هستن و جزء جزیره ایرلند هستن. قسمت جنوبیش هم که خب بخشی از در واقع اروپا است و خب البته یه نکته مهمی هم اینجا هست که بخشی از اروپا است اما جزئی از شنگن نیست. شنگن خب پیمانیه که به یه سری از کشورها اجازه میده که با هم مردمشون و کسایی که ویزا هولدر اون ناحیه هستن بتونن بین کشورهای شنگن جابجا بشن، ولی ایرلند جزئی از اون پیمان شنگن نیست. یعنی این که شما اگه فرض کنیم توی آلمان زندگی می‌کنی با ویزا یا استمپ یا اقامت دانشجویی یا حالا اقامت کاری، شما اجازه اومدن به
ایرلند رو نداری و بالعکس. یعنی منی که مثلا اینجا دانشجو بودم اجازه رفتن به اروپا رو نداشتم، چون من در این حال ویزا هولدر ایرلند بودم و ایرلند جزئی از شنگن نیست. پس اینو باید حواسمون باشه بهش. بریم یکم راجع به جغرافی ایرلند حالا صحبت کنیم. ایرلند به جزیره زمرد معروفه. توی ایرلند شما دریا می‌بینی، ماسه می‌بینی، سنگ و صخره می‌بینی و بقیهش پوشش گیاهی. یعنی واقعا همینه، شما خاک به اون صورت نمی‌بینی، چون که اینقدر اینجا رطوبت بالاست که تقریبا هر خاکی هر جا وجود داشته باشه یه چیزی سبزه یه چیزی ازش میاد بیرون که خلاصه اونو میپوشونه. خلاصش میخوام بهتون بگم خاک پیدا نمیشه. مثلا ما تو همین حیاتمون ما موزاییک داریم، یه چیزی شبیه موزاییک داریم کف حیات. یه جایی هست یه ذره فاصله افتاده بین موزاییک‌ها و بین هر موزاییک با موزاییک بعدی یه ذره خاک اونجا هست، یه گیاهی در اومده. مثلا پارسال نمیدونم چرا، ولی یه دونه نمیدونم درختچه حالا بوته در واقع گوجه اونجا در اومده بود و خیلی رشد کرد و ما عملا از اون گوجه برداشت میکردیم. واقعا خیلی مسخره بود بدون اینکه اصلا ما بهش هیچ رسیدگی بکنیم اون درخت در واقع بوته بزرگ شد. خلاصه میخوام بهتون بگم که ایرلند سبزه چون همه جاش رطوبت زیاده و این رطوبت زیاد باعث میشه که گیاه زیاد توش رشد کنه. ایرلند پر از صخره‌های منتهی به دریاست. از این صخره‌هایی که تو فیلم‌ها خیلی همون می‌بینیم که شما روی یه صخره وای میسی، یک فاصله زیادی جلو اقیانوسه و پرنده‌ها پرواز میکنن و اینا. ایرلند پر از این صخره‌هاست و خیلی معروفه به خاطر این صخره‌هاست. مثلا کلیفز آف موهر یکی از این جاهای خیلی معروفیه تو ایرلند که صخره‌های خیلی خوشگلی داره، ولی مثل کلیفز آف موهر زیاد داریم. منتها کلیفز آف موهر انگار بالاترین ارتفاع داره، یه نقطه خیلی قشنگه، یه مسیر پیاده روی یا یه تریل پیاده روی اصطلاحاً خیلی قشنگه و من خودم خیلی دوستش دارم کلیفز آف موهر. ایرلند حالا از نظر جغرافیایی که داریم صحبت می‌کنیم، ایرلند کوه زیاد داره، اما باید بدونید که ایرلند یک سرزمین خیلی در واقع قدیمیه و در واقع حالا یه سری موضوعاتی هست حالا شاید بتونیم بریم راجعش مطالعه کنیم، ولی به خاطر یه سری دلایل ایرلند نسبت به مثلا میگن ایران یا نسبت به مثلا خیلی از کشورهای دیگه مثلا هند یا مثلا ایتالیا کلا کشور در واقع خاک قدیمی تری داره. این باعث میشه که اون در واقع قله ها و کوه هایی که شکل گرفتن خیلی ارتفاعشون کمتر باشه و چون تحت فشار کمتری بود. حالا یه سری بحث فیزیکیه که من خودم خیلی هم دقیق نمیدونم، ولی کلا به خاطر این موضوع ایرلند خیلی ارتفاع نداره از سطح، یعنی نقاط ایرلند که ما فرض کنیم بالا به اسمشو بذاریم کوه خیلی بلند نیستن، ولی کوه یعنی اون چیزی که تو دید ما از یه کوهه که ارتفاع زیاد داشته باشه داریم تو ایرلند و کوههای حال زیادی دور و برمون هست، ولی خیلی ارتفاع زیادی.
کلا هم وقتی تو ایرلند جابجا میشید معمولا مسیری که دارین طی میکنید معمولا کم تنگ و مثلا خیلی بسته است، معمولا پوشیده با جنگله، یعنی از دل جنگله و بین کوه‌ها این که شما حرکت میکنید و این خیلی منظره جذابی و خیلی خودم لذت میبرم موقعی که رانندگی میکنم تو ایرلند. از نظر فاصله ها اگه بخوایم صحبت کنیم، ایرلند از شمالی ترین نقطه ایرلند تا جنوبی ترین نقطه ایرلند 7 ساعت راهه. کل جزیره رو داریم صحبت میکنیم، نه فقط جمهوری ایرلند، ولی از شمالی ترین نقطه ایرلند تا جنوبی ترین نقطه ایرلند 7 ساعت راهه. از پایتخت که دوبلین باشه تا بقیه شهرها بین یه چیزی بوده 4-5 ساعت راه داریم. یعنی مثلا میگم از دوبلین تا مثلا کورک که شهری که من دارم زندگی میکنم 2.5 ساعت با قطاره و 3.5 ساعت مثلا با اتوبوس. از نظر آب و هوایی اگه بخوایم صحبت کنیم، کشور ایرلند کشور معتدلیه، یعنی تغییرات دمایش خیلی محدوده چون رطوبت زیاده، چون نزدیک اقیانوساست. سردترین ماهای ایرلند میشه گفت همون ژانویه فوریه است که مثلا یه چیزی حدود مثلا 4 درجه 3 درجه حتی 2 درجه مثلا میرسه. خیلی خیلی کم ما میبینیم که مثلا به 0 برسه و یخ بزنه. میانگین همون 4-5 درجه است تو این چند تا مثلا ماه فوریه و حالا دسامبر، فوریه و ژانویه، این 3 تا ماه. و حالا از این نظر کم خوب است، ولی خب یکم هم خسته کننده میشه دیگه، شما مثلا برف نداری تو ایرلند. توی گرمترین روزهای سال که خب مثلا میشه همون تقریبا جون، جولای، آگوست، تو این تاریخ ها آب و هوای ایرلند خیلی گرم و خیلی در واقع دوست داشتنی میشه. من خودم عاشق اون آب و هواشم، چون نه اونقدر گرمه که اذیتت کنه و مثلا چه میدونم عرق بریزی، نه اونقدر با سرده که بخوای مثلا با لباسای خیلی زیاد باشی. معمولا تیشرت کفایت میکنه و این خیلی خوبه راجع به ایرلند. مثلا فکر میکنم بیشین دمایی که من اینجا دیدم یه چیزی 27 درجه بوده، ولی خب مثلا میانگینش فکر میکنم میگن حدود 20 درجه 22 درجه است و این خیلی خوبه. و اصلا همین دلیل میشه، حالا بعدها که بریم جلوتر که راجع بهش صحبت کنیم، اصلا همین دلیل میشه که خیلی از شرکت‌های بزرگ و خیلی از در واقع جاهایی که خب مثلا ساختمان‌های بزرگ دارن ایرلند رو برای مثلا دفاترشون انتخاب میکنن، به خاطر اینکه این تفاوت دمایی، محدودیت دما، تغییرات دما باعث میشه که خب اینا خیلی از مصرف انرژیشون کاهش پیدا کنه. حالا یکی از دلایلی که مطرح میکنن برای که خیلی از شرکت‌های بزرگ میان توی ایرلند. دیگه اگه بخوایم صحبت کنیم از نظر جمعیتی، اگه بخوایم صحبت کنیم، ایرلند 5 میلیون جمعیت داره الان، ولی خب جالبه بدونید که تو سال 1841 اگه کل جزیره رو بخوایم صحبت کنیم 8 میلیون نفر جمعیت داشته و اگه بخوایم فقط راجع به ایرلند جنوبی صحبت کنیم 6.4 میلیون نفر جمعیت داشته، ولی الان 5 میلیون نفر جمعیت داره. چرا؟ چون که چندین سال پیش، حالا دقیق تاریخاشو یادم نیست، بعدن توی قسمت بعدی که در مورد تاریخ ایرلند بخوایم صحبت کنیم راجع به اینا صحبت میکنیم. یه اتفاقی میفته به نام گریت فامین که در واقع یه آفتی توی مزارع پخش میشه و باعث میشه که خیلی از مزارع نتونن برداشت محصول داشته باشن. اون موقع خیلی از این مزارع تحت کنترل انگلیس بوده و انگلیس نه تنها به مردم کمک نکرده تو اون موقع، بلکه صادرات از در واقع مزارع تحت کنترل خودش توی ایرلند رو افزایش داده، یعنی برداشت بیشتری کرده و برده توی انگلیس و این باعث شده که مردم ایرلند متاسفانه به قحطی دچار بشن و همین اصلا یکی از دلایلی میشه که بعداً
در واقع اون یه رولوشن اتفاق میفته که اینا میرن مثلا یه نفرتی اصلا تو دلشون ایجاد میشه نسبت به انگلیسی‌ها و خب بعداً باعث میشه که اینا مستقل بشن. ولی خب این گریت فامین اتفاق خیلی بدی بوده، خودشون خیلی ناراحتن از این اتفاق، چون یه چیزی حدود 1 میلیون نفر متاسفانه از دست میرن، یه چیزی حدود 1 میلیون نفر فقط به آمریکا مهاجرت میکنن و اصلا یکی از همین دلایلی که تو آمریکا ما آیریش زیاد داریم، چون که خیلیاشون مهاجرت کردن به در واقع آمریکا. و خلاصه این جمعیت خیلی افت پیدا میکنه و این باعث میشه که الان مثلا بعد از این همه سال که گذشته جمعیتش هنوز حدود 5 میلیون نفره و همین باز یه دلیلی میشه که الان ایرلند یه کشوریه که به شدت مهاجرپذیر، قوانین مهاجرتی نسبتا خوبی داره و شما خیلی سریع میتونید تو این کشور کار پیدا کنید و اقامت بگیرید و بعداً شهروند این کشور بشید. این از مزایای ایرلند. فقط داخل پرانتز این رابطه با انگلیسشون الان خیلی خوبه، الان خیلی کشور خوب و دوستی هستن، با هم دیگه خیلی مراودات دارن و در واقع خیلی با هم در واقع خیلی از قوانین ایرلند و بریتانیا شبیه همه، حقوقا خیلی شبیه همه، قیمتا خیلی شبیه همه، کلا خیلی ایرلند و بریتانیا از این نظر به هم دیگه نزدیکن. منتها ایرلند توی اروپاست و در جمهوری ایرلند منظورم تو اروپاست و بریتانیا هم که خب الان به خاطر برگزیت از اروپا خارج شده و این شاید عمده تفاوتشون باشه. حتی از نظر آرکیتکچر هم میگن که خیلی شبیهن، یعنی اگه شما ویدیوهای شهرهای ایرلند و مثلا شهرهای بزرگ و کوچیک ایرلند و با مثلا شهرهای بزرگ و کوچیک انگلیس مقایسه کنی خیلی شبیه هم دیگه است. پس اینم از جغرافیای ایرلند. این قسمت اول ویدیومون بود و قراره که همینطور ویدیو بسازم. حالا به مرور زمان این ویدیوها رو منتشرشون میکنم. مرسی که به من گوش کردید. امیدوارم که یواش یواش با هم دیگه ایرلند رو بهتر بشناسیم و شاید فرصتی باشه برای مهاجرت خیلیه. روزتون خوش و خدا نگهدار.